اولین قدم برای یادگیری بهتر مدیریت زمان است. بخش اول، مدیریت زمان و برنامه‌ریزی. اگر زمانی که برای مطالعه اختصاص می دهید به خوبی برنامه ریزی شده باشد، خیلی راحت‌تر می توانید مطالب را درک کنید و حفظ کنید. یکی از بهترین روش‌ها استفاده از تکنیک پومودور است. این تکنیک به شما کمک می کند که مدت زمان کوتاه‌تری، مثلا 25 دقیقه به مطالعه اختصاص دهید و سپس 10 دقیقه استراحت کنید. این کار به شما اجازه می دهد تا تمرکزتان را حفظ کنید و خستگی را کاهش دهید. نکته دیگر این است که باید زمانهای مناسب برای مطالعه را پیدا کنید. ممکن است صبح زود برای شما بهترین زمان باشد یا بعد از ظهرها. باید این زمانها را شناسایی کرده و از آنها به طور مؤثر استفاده کنید. مرحله دوم، استفاده از روش‌های یادگیری فعال. یکی از بهترین راه‌ها برای یادگیری بهتر، یادگیری فعال است. این یعنی فقط مطالعه کردن کافی نیست. باید به خودتان چالش‌های جدید بدهید. یکی از روش‌های یادگیری فعال، تدریس به دیگران است. وقتی شما چیزی را به کسی دیگر توضیح می دهید، خودتان بهتر آن مطلب را می فهمید. اگر کسی برای تدریس ندارید، می توانید این کار را با صدای خودتان انجام دهید. مثلا وقتی در حال مطالعه یک فصل جدید هستید، سعی کنید که نکات کلیدی را به صورت خلاصه برای خودتان توضیح دهید. روش دیگر، استفاده از تست های خود آزمایی است. بعد از مطالعه هر بخش خودتان را امتحان کنید و ببینید چقدر مطالب را به یاد دارید. این کار نه تنها به شما کمک می کند که اطلاعات را بهتر حفظ کنید، بلکه باعث می شود به نکات ضعف خود پی ببرید. مرحله سوم، تکنیک های بهینه برای یادگیری مطالب سخت. بعضی مواقع درون مطالبی که می‌خوانید سخت‌تر از آن چیزی هستند که انتظارش را دارید. در این مواقع استفاده از تکنیک‌های خاص می‌تواند کمک کننده باشد. یکی از این تکنیک‌ها تقسیم مطالب به بخش‌های کوچکتر است. به جای اینکه یک کتاب یا یک فصل بزرگ را یک جا بخوانید، آن را به قسمت‌های کوچکتر تقسیم کنید و هر قسمت را جداگانه یاد بگیرید. همچنین برای یادگیری بهتر، مطالب سخت را رسم نقشه‌های ذهنی می تواند بسیار مؤثر باشد. شما می توانید یک نقشه ذهنی از مطالبی که می خوانید رسم کنید و روابط بین مفاهیم را به وضوح درک کنید. در نهایت، برای مطالب پیچیده‌تر سعی کنید از چندین حس خود برای یادگیری استفاده کنید. مثلا از ویدیوهای آموزشی، پادکست ها و حتی شنیدن یا گفتن اطلاعات استفاده کنید. این کار باعث می شود که اطلاعات در مغز شما به شکل بهتری ذخیره شوند. بخش 4، اهمیت استراحت و خواب کافی. یادگیری فقط به مطالعه کردن بستگی ندارد، بلکه استراحت و خواب کافی هم اهمیت زیادی دارد. تحقیقات نشان داده اند که وقتی شما خواب می‌بینید، مغز شما اطلاعاتی که در روز را یاد گرفته اید پردازش کرده و به حافظه بلند مدت منتقل می‌کند. امیدوارم این نکات به درد شما خورده باشد. اگر این ویدیو برای شما مفید بود، لطفاً لایک کنید و کانال ما را دنبال کنید تا از ویدیوهای آموزشی بیشتر بهره مند شوید. تا ویدیوهای بعدی موفق باشید و خوش بگذره.